الشيخ معروف شيخ الإسلام مجدد الإمام العلامة فقيه محدث مفسر الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله كيف سنة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن باز رحمه الله ابن باز يعني ابن باز شیخ خودش مجموع مقالات به میگفت که یعنی آدم ها میگفت دو خیل میشد حضاری های سون قبلی ها همین هایی که قبیله دارن مثل تمیمی و جوهنی و عنزی و تمیمی و قرشی و من خلاف و حضاری ها هم هایی که قبیله ندارن و ما میگفت همین ها به نسبت ما قبیله نداریم میگفت یعنی قبیله ما معروف یعنی از مثلا آدم قبیلش که مشهور و معروف میشد که شیخ حتی قبیلش نیست شیخ هم لیکن یعنی چیه یعنی آدمایی میبرد که شرف و یعنی نسبت نسب این چیز نمیبرداشتن چی بدست یعنی علم و ایمانش میبرداشت و شیخ رحمه الله سال 1330 تولد میشه سال چند 1330 ماه ذوالحجه ماه ذوالحجه 1330 رياض تولد میشه شیخ ولد سنة 1330 في شهر ذي الحجة شهر الله المحرم ذي الحجة فسنن بداية هوي طلب علم سر میکنه شیخ همین خود سالگی شنده سر میکنه طلب علم سال 1346 رفتگینده چند ساله میشه در سال 1346 شنده 16 سالگی شنده چشم به کسلی پیدا میشه چشم عرض چشم درد پیدا میشه کسلی 1350 چند ساله شد شیخ 20 1350 رفتگینده تازه چشم گم میکنه یعنی از چشم چی میشه محروم میشه شیخ رحمه الله چشم چی میشه محروم میشه ان شاء الله این چیز مثلا چی وای خیلی کدی صحیحین اند دیگه جو سنن اند اومده دیگه الله سبحانه و تعالی میگه که من حرمته عن كريمتيه ابدا ثم صبر واحتسب عوضتهما بالجنه یعنی کسی که کریمتای تو چشمش گیرم صبر کنه هم به احتساب کنه ما به چیه جنت میتیام ما جنت میتیام ان شاء الله شیخ آدمین ان شاء الله نرجو آدم بود که شیخ صبر و احتساب کرد فهمید شیخ رحمه الله نمیخواد سونه چیای به همین غلط کردی یعنی این برآمد که یعنی شیخ کور تولد بعد میگن که شیخ از خود سالگی از یعنی چی میگن نه نوزاد یعنی کور بود یعنی نه شیخ بنا بده سال 16 سالگی چند میخواد 50 من تازه از چشم محروم میشه نوبینا میشه شیخ رحمه الله تازه کور بود هیچی نمیدید شیخ رحمه الله و علم از سنت چه طلب علم دوام میده شیخ یعنی از مشایخ خوش شیخ علم از مشایخ ها یعنی از طریقه سلف صالح طریقه صحابه تابعین ها باید که علم از کجا میگیرد از دهان علما ها رفته دو سونه نزد علما هند شیشته چی میگیرد یعنی علم از نزد علما ها میگیرد مشایخ های شیخ بسیار همشون معروف ترین ائمه دعوه اسلام میشن من از کبار قلوب ترینشون مثل شيخ ابن شيخ هذا محمد بن عبد اللطيف مقداد مباشرة شيخ ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل شيخ عبد الرحمن عبد اللطيف ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب مقداد عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب يعني عبد الرحمن يعني عبد اللطيف که میشد شیخ عبدالرحمن فرزند شیخ عبدالرحمن صاحب کتابی که کتاب فتح المجید از شیخ بگذارونه دیگه شیخ های معروف شیخ مثل صالح ابن عبدالعزیز شیخ صالح ابن عبدالعزیز ابن عبداللطيف ابن عبدالرحمن میگرد اینچنین عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب و اینچنین از سعد عتیق میگرد و اینچنین قرآن علوم قرآن از شیخ سعد وقاص البخاری سعد وقاص البخاری از علمای بخارا بود از وی علوم قرآن میگرد شیخ و از همه مشهورترین شیخاش خیلی که همه منت که این شیخ محمد ابن ابراهیم آل شیخ نزد شیخ محمد ابراهیم و از سال 46 تا سال 56 یا 57 ملازمه میکرد 10 سال زایدتر ملازمه میکرد تمام علوم فنون علم از سمت شیخ محمد ابراهیم میگرد حتی مثلا وقتی که 56 من یعنی 26 سالگی شد شیخ اینه خرج گفته که مدینه به نظر ریاضنده قاضی کرده میفرستاد یعنی شیخ باور میکند یعنی چی
قاضی کار یک جا میفرستادیش 26 ساله بچه یک جا به قاضی کردم یک مدینه کلان شهر کلان به قاضی کار میفرستادین بعد دلالت میکرد که شیخ از سالش چی بود یعنی متمکن بود علمانده از سالگیش متمکن بود خیلی که شیخ محمد ابراهیم آل شیخ یعنی ملک فیصل یعنی که ملک یعنی بخشنده پادشاه ملک سعودی بود یعنی برادری کلونی امروز پادشاه ملک عبدالله برادرش ملک فیصل میپرسد یک روز که شیخ محمد ابراهیم میپرسد که میگوید که از همه مثلا خوبترین شاگردات متمکن شاگردات کی گفتگینده شیخ میگه که همش خوب میگوید لیکن ملک فیصل یعنی میگوید که المهم گو میگوید که خوبترین میگه خیر میگوید وای خوب میگوید 3 نفرن 2 نفرشون که از همه بهترین شیخ اند هزارها زاید شاگرد شدگی از همه بهترین 3 نفر 2 نفری وای ها نابینا یک نفرش بینا ها 2 نفر نابینا که ها اینا ابن باز عبدالله ابن حمید امروز صالح ابن حمید ای که صالح رئیس شورای عالی بود سونی رئیس حرمین بود مسجد امام و خطیب مسجد حرام مکه همین پدر همین عبدالله ابن حمید هر دو اینا کور بود یعنی نابینا بود هر دو اینا اما بینا این وایلی میگن و این طایفنده علمی مشهورترشون هر دو اینا کور یعنی نگرید میونه هزارها شاگردان از همه بهتر که 2 نفر که هر دو اینا نابینا ها نمیدوند که آدم خیلی جونده فکر میکرد که انسان وقتی که چشم رفت تمام شد یعنی سبحان الله میونه هزارها خونده مثلا بهترین مثلا هر دو اینا میشه هر دوش هم چه کور نابینا بیداره و شیخ علمی خیلی یعنی طلب علم دوام میکرد علم کتی قرآن سنت تمسک میکند سون سال 1381 مانده وقتی که جامعه اسلامی بنا میشود یعنی چی میشه نایب رئیس جامعه اسلامی شده تعیین میشه شیخ و سال بعد از چند سال 89 بعد از وفات شیخ محمد ابراهیم شیخ رئیس جامعه اسلامی میشه دومین رئیس جامعه اسلامی است که الجامعه اسلامیه دومین رئیس جامعه اسلامی که بود شیخ ابن باز میشه تو بعد از سال 90 96 میخواد تقریبا یعنی ریاض به رئیس لجنه کبار علما و لجنه دائمه للافتاء و دعوه و الارشاد میشد تو بعد از چند سال 412 اومده تمام مملکت عربی سعودی به مفتی عام کرده به تعیین الملک خادم حرمین ملک فهد تعیین کرده می شود تمام مثلا مملکت عربی سعودی به چه مفتی عام شده مثلا تعیین می شود شیخ باز همین مثلا چی بود یعنی یک چند سال افتاء یعنی شیخ مثلا مفتی العام و رئیس لجنه کبار علما و رئیس لجنه دائمه للفتوى للافتاء وكذلك مثلا عضو رابطه عالم اسلامین ده و رئیس مجلس فقه الاسلامی هم وكذلك مثلا عضو مجلس المشایر للمساجد همین بشه چی همین کارا دست شیخ انده بود رحمه الله غیر از این دیگه مثلا یعنی کارهای مثلا دعوت ارشاد مثلا مسئله های فقهی مسئله های طلاق همش دست شیخ مشغول بود یعنی همه چیز شیخ حتی میگن که وقتی که شیخ از مکتبش از کابینتش میبرد تا ماشین رفتن 1 ساعت وقت میبرفت برید یعنی معناش که کار تموم شدگی دوام تموم شدگی مکتبش همینجا باشد ماشین اگر داریفتای دیده باشدتون ماشین توغری مثلا پیش کابینت میبیاد یعنی از کابینت شیخ تا از مکتبش یعنی تو ماشینه یعنی باشد 20 یا 30 متر مسافه های هم به 1 ساعت شیخ میرد از چیه آدمو اچرد اکور میبرد یعنی سوال تو ماشین رفتن مثلا چه الله علم 15 20 سوال به جواب میدید یعنی حیات شیخ همین سوال جواب درس فتوا علم تعلیم دعوت ارشاد نصیحت همین کتی گذشتگی رحمه الله حتی آخر حیات چند شیخ رحمه الله 1420 تا وفات میکنه 27 محرم 1420 14 سال پیش از این یعنی 1420 27 محرم اند شیخ وفات میکنه یعنی حد شیخ دوامش یعنی 27 مانده تصور کنید 27 مانده وفات میکنه یعنی آخر دوامش 18 محرم اند دوامش تمام میشه یعنی دیگه نمیتونه دوام برفته شیخ یعنی چند سال میشه دمیننده شیخ 90 1430 90 سال آدم یعنی همین حالتنده تا روز 18 دوام بمیرد یعنی کار بمیرد بعد 18 سون دکتر بالنسه طایفنده یعنی مستشفى بالنسه بمیافته شیخ یک چند روز جنج میکنه سون میبرد سون برآمده به همین کته سون از بیانده ملک عبدالله امروزه ولی العهد بود ملک فهد چی میکرد که یعنی شیخ امریکا به معالجه بفرسته اونجا شیخ به میگم شیخ نمیگه چون تمام مثلا شاگردا مثلا فرزندای شیخ اومده شیخ مجبور میکنن که باید که رفت یعنی اینجا دیگه مثلا یعنی باید که امیر کنده یعنی منت که امریکا متقدم مثلا تطور مثلا چی
یعنی ملک طلبکار استفاده است، ولی العهد طلبکار استفاده است، مثلا باید که امریکا برفته باید چه معالجه کنه، یعنی خود به احتمام دادن ده. شیخ میگه خیلی این خیلی باشه، میگه من فکر میکنم، میگه یعنی وقتی که مثلا از یعنی اقتراح طلبی ولی الامر یعنی ملک و خادم حرمین مثلا من فکر میکنم، میگه تو فکر میکنه دو یعنی یک روز پیش از وفاتش میبیاد میگه که خیر، میگه ما فکر کردیم، میگه من سلامتی نفس خدر چی نمیگه، یعنی فرزندم احمد، فرزند کلان شیخ احمد همین جواب امریکا به همین فحوصات همین سعودی یعنی گرفتگی همین وای آنالیز و هایکو همین میگرده این میرده همین میتیاس تو نمیدونم میگه چی حاجت نه من رفتن چی حاجت امریکا بر یعنی شیخ دولت کفر با قدم موندن به پشت نیست، یعنی رحمه الله، یعنی این کرامت ان شاء الله بود، یعنی چی صبح همین گفته یعنی چی میشد که یعنی قدم نه رفته گشت نشده شبونه چی میکنه وفات میکنه رحمه الله، یعنی الحمدلله که مثلا چی های نرفتن که اگر میرفتم چی میشد رحمه الله. بعد برای همین شیخ از سعودی نبر اومد از دولت کفر پو نموندگی رحمه الله. همین شیخ چی میکرد یعنی وفات میکرد، وفات چند چی میشد 90 سالگی رحمه الله وفات میکرد و وفات معروف یعنی سنه روز پنجشنبه وفات کرد، روز جمعه مکه باوره مقام ده جنازه میخونن رحمه الله.